دوستان سلام. امروز اومدیم با بررسی یک کامیون آمریکایی خیلی خاص CCC نهنگ معروف، کامیونی که حدوداً 42 سال از عمرش میگذره اما توسط مالک خوش‌ذوقش به این زیبایی ادیت شده و حالا تیونینگ شده. بریم ببینیم این ماشین چه ویژگی‌هایی رو داره. این ماشینی که می‌بینید مدل 1981 هست. کرین کریر کمپانی، یه برند آمریکایی که کامرهای فوق سنگین رو تولید می‌کرده و حالا ارتش ایران، نیرو دریایی این ماشینا رو اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 وارد میکنه و اسمشون رو میذارن نهنگ و معروف میشن به CCC نهنگ جاده. یک کامیون بسیار جذاب با طراحی خفن کامیون‌های آمریکایی، موتور کامینز و گیربکس فولر رو داشته. کامیون‌های فوق سنگینی بودن برای حمل بارهای عجیب و غریب. مالکش می‌بینید چقدر زیبا و جذاب ماشین رو ادیت کرده. موتورش رو بهتون بگم، موتور 14 لیتری کامینزه و حدود 350 اسب بخار قدرت تولید می‌کرده. گیربکس فولر 10 دنده رو داشته و یه ماشین زیرسنگین. خودشون اومدن دیفرانسیلاشو عوض کردن، دیفرانسیل سرعتی گذاشتن. چرا؟ چون می‌خواستن باهاش یه بار 20 تنی و حالا مسیرهای سرعتی‌تر استفاده کنن. ماشین برای سفارش مناطق سردسیر بوده و ویژگی‌هایی مثل این اگزوزای سقفی که می‌بینید و این باک‌های گرد رو داشته که گازوئیل داخل منبع یخ نزنه. شما بیاید با هم داخلش رو ببینیم. داخل این ماشین خیلی جذاب توسط مالکشون طراحی شده. یه دیزاین سنگ مرمر رو به داخلش زدن و حالا سقفش رو کهکشانی کردن و حالا کلی ویژگی‌های دیگر رو هم داره. خب بیایید با هم داخلش رو ببینیم و من روشنش هم کنم براتون صداشو بشنوید. صدای بسیار جالبی رو داره. اول نمای داخل کابین، یک کابین بسیار جذاب تیونینگ شده توسط مالک. این وسط میبینید حالت مبله در آوردن. دست دنده رو ببینید به سبک کانون‌های آمریکایی چقدر بلند و جذاب. فرمون بزرگ کانون‌های آمریکایی ببینید. استایل پشت این ماشین اینجوری بود. دماغ رو شما ببینید که چقدر نمای بیرون رو گرفته برای کسی که داره رانندگی میکنه. این ماشین گفتم مناطق سردسیر تولید میشده و برای همین دمای آبش اگه روی 180 می اومده فنش میزده. اما حالا که آوردنش روی ایران دمای ایران فرق داشته، براش کلید فن رو طراحی کردن که تو سربالایا وقتی دما میکشیده، دما میره بالاتر، اینو خودشون میزنن و فن رو وارد مدار میکنه که دمای آب موتور رو خنک‌تر کنه. این ماشین صدای ریتارد بسیار جذابی داره. ریتارد موتور که کلیدش اینجاست. این ریتارد موتور ترمز موتورشه در واقع و خفه کن نیست که اگزوزا رو بگیره. از سر سیلندر داره شیرهای پاشیش گازوئیل رو تنظیم میکنه که جلوگیری کنه از احتراق و باعث بشه که سرعت کاهش پیدا کنه. این یک، این دو، سهش میاد اینجا دیگه بالا نمیره و 4 این دسته سبک سنگینش یه دنده سی داره مثل ولوو افاشا و دنده سیش هم سبک سنگین داره که دیگه میشه ماشین در حالت دنده سی هم برای کارهای قدرتیش بوده. من استارت میزنم شما صداشو بشنوید. ببین اول باید این سویچ استیل جذابشو باز کنیم و حالا کلیدش رو فشار بدیم و صدا رو حالا صدای ریتارد رو بشنوید. امیدوارم که از آشنایی ماشین لذت برده باشید. اگه نظری داشتید حتما برامون کامنت کنید. خدا نگهدار.